تایتانیک داستان هیجان انگیزی است که در انتها با غم به اتمام میرسد. اما به نظر شما این کشتی معروف چه رازهایی دارد که بسیاری از ما از آن باخبر نیستیم؟ در این قسمت از برنامه قصد داریم حقایق جالبی در مورد کشتی تایتانیک به شما معرفی کنیم. کشتی تایتانیک توسط کمپانی به نام خط ستاره سفید شناخته شد و در 31 مارس سال 1912 آماده روی اقیانوس قرار گرفته بود. ساخت آن حدود 3 سال در ایرلند شمالی به طول انجامید. این کشتی هرگز یک کشتی معمولی نبود. جذابترین و لوکس‌ترین کشتی ساخته شده در زمان خودش محسوب میشد. همچنین بزرگترین کشتی آن زمان بود که 3 برابر زمین یک فوتبال بود. کشتی تایتانیک در 10 آوریل سال 1912 اولین سفر طولانی خود را انجام داد، یعنی از انگلستان به آمریکا رفت. این کشتی حدود 2200 نفر مسافر داشت که 900 نفر آن خدمه بودند. مسافران شامل کسانی بودند که می‌خواستند به تعطیلات بروند، افراد جوان و همچنین افرادی که امید به شروع زندگی جدید در آمریکا داشتند داخل این کشتی قرار می‌گرفتند. جایگاه افراد در کشتی تایتانیک بستگی به این داشت که چه کسی هستند و چقدر پول پرداخت می‌کنند. سطح اول مخصوص ثروتمندترین افراد بود که در بالاترین سطح کشتی قرار می‌گرفت. این افراد معمولاً در اتاق‌های خصوصی بزرگ می‌خوابیدند، غذاهای خوشمزه می‌خوردند، امکانات زیادی مثل کافه، استخر، زمین بازی، آرایشگاه، اتاق مطالعه و اتاق انتظار داشتند. سطح دوم مخصوص افرادی بود که خیلی ثروتمند نبودند اما خیلی فقیر هم محسوب نمی شدند. اتاقهای آنها 2 الی 4 تخت خواب و یک مبلمان همراه با امکانات معمولی مانند میز، آینه داشت. آنها می توانستند فضای بیرون را هم ببینند و از آن لذت ببرند. امکانات مربوط به سطح 3 بسیار ساده تر بود اما نسبت به کسانی که روی قایق قرار می گرفتند بهتر بود. سطح سوم معمولاً در کف کشتی قرار می گرفت. اتاقهای تک نفره همراه با یک میز و آینه داشتند که 3 بار در روز به آنها غذا می دادند. اما نکته بد ماجرا اینجا بود که 700 نفر مسافری که در این طبقه بودند باید از یک حمام استفاده می کردند. کشتی تایتانیک با 3 عدد موتور زغالی که داشت توانسته بود در طی 4 روز مسیر طولانی را در اقیانوس اطلس طی کند. اما حرکت کردن این کشتی اصلاً کار راحتی نبود. هر روز باید 175 نفر آتش نشان مراقب 600 تن زغال بودند که وزن همه آنها برابر با 100 عدد فیل بودند. همه چیز در امنیت کامل به نظر می رسید تا اینکه قبل از نیمه شب روز پنجم در دمای منجمد کننده اقیانوس اطلس شمالی کشتی با کوه یخ در تاریکی برخورد کرد. فاصله آنها آنقدر نزدیک شده بود که نتوانست جهت کشتی را تغییر دهند و با کناره کوه یخی برخورد کردند که همین باعث ایجاد سوراخ حداقل در 4 بخش از بدنه کشتی شد. کاپیتان کشتی تایتانیک به نام ادوارد جان اسمیت و خدماتش می‌دانستند که این خرابی به معنای بحران است و تا چند ساعت دیگر کشتی تایتانیک غرق خواهد شد و سپس به کشتی‌های اطراف مسافران خبر دادند تا قایق‌های نجات را آماده کنند. یک مشکل بسیار بزرگ وجود داشت. تایتانیک فقط 20 عدد قایق را با خود همراه کرده بود که تنها نصف مردم کشتی روی آن قرار می گرفتند. چیزی که وضعیت را بدتر می کرد
این بود که نصف قایق باید خالی می‌ماند و وضعیت آنقدر خطرناک شده بود که بسیاری از مردم از روی کشتی به داخل قایق‌ها می‌پریدند تا خودشون را نجات دهند. اول قسمت جلویی کشتی وارد آب شد و نیمه دیگر را با خودش به داخل آب کشید و در نهایت تایتانیک غرق شد. تقریبا ساعت 2 نصف شب کشتی به دو نیم تقسیم شد و کسانی که توانسته بودند سوار قایق‌ها شوند روی آب‌های منجمد سرگردان بودند. اکثر مسافران که در دمای منفی 2 درجه سانتیگراد داخل آب افتاده بودند به دلیل سرمایه زیاد در عرض 15 دقیقه جان دادند. اما بعضی دیگر با قرار گرفتن روی سطوح از دیگر بقایای کشتی توانستند بیشترین دوام را بیارند و زنده بمانند. اولین کشتی که به سیگنال خطر کشتی تایتانیک پاسخ داد RM اسکریپشن بود، اما با اینکه با سرعت اقدام کرده بود نتوانسته بود تا ساعت 3:30 صبح به آنجا برسد، یعنی 1 ساعت بعد از غرق شدن کشتی تایتانیک. این کشتی بعد از اینکه به محل مورد نظر رسید قایق را روی آب انداخت و به طور کل 705 نفر از آن ماجرا جان سالم به در بردند و همه آنها در امنیت کامل به آمریکا رفتند. قسمت بعد ماجرا اینجا بود که بیش از 1500 نفر در کشتی تایتانیک جان خود را از دست دادند و اکثر آنها دیگر دیده نشدند و اثری از جنازه‌شان هم نبود. چند روز بعد کشتی‌های دیگر به سراغ کشف و شهود این کشتی غرق شده رفتند و توانستند 300 بدن بیجان را از آب بیرون بکشند که بعضی از این جنازه‌ها در دریا دفن شده بودند. با وجود تلاش‌های زیادی که برای پیدا کردن کشتی تایتانیک انجام دادند، اما تایتانیک تا 70 سال از دید جهان پنهان باقی مانده، تا اینکه در سال 1985 دوباره آن را دیدند و این اتفاق زمانی رخ داد که یک دانشمند در حوزه دریا به نام دکتر رابرت بالارد قصد داشت یک سفر در عمق دریا داشته باشد و یک ربات دریایی هم همراهش بود، تا اینکه کشتی تایتانیک را در کف دریا مشاهده کردند که در 60 کیلومتری ساحل کانادا قرار داشت. از آن زمان به بعد شروع به تحقیق روی کشتی تایتانیک کردند و بیش از 6000 جسم بیجان و با ارزش از آن بیرون آوردند. کسی که بیشترین طول عمر را در بین همه مسافران کشتی تایتانیک داشته است فردی به نام میلیون دین بود که 97 سال عمر کرد. زمانی که داخل کشتی بود یک نوجوان بود و مادر و برادرش او را داخل قایق کردند و او هم زنده ماند، با اینکه در سال 2009 ماجرا را تعریف کرد و در همان زمان از دنیا رفت. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین.